سلام دوستان، امروز خیلی هیجان زدم که میخوام یه سری تکنیک جدید برای یادگیری سریع انگلیسی رو باهاتون به اشتراک بذارم. چه تازه کار باشید، چه بخواید مهارتاتون رو تقویت کنید. این روش‌ها کمکتون میکنن سریع‌تر و موثرتر یاد بگیرید. خب، بزن بریم. اول از همه، این فقط به این معنی نیست که همیشه به انگلیسی گوش بدید، بلکه باید باهاش به طور معنیداری درگیر بشید. سعی کنید موقع انجام کارهای دیگه‌تون سریال‌های انگلیسی ببینید یا به پادکست‌های انگلیسی گوش بدید. نکته اصلی اینه که از محتوایی که گوش میدید، اگه از چیزی که گوش میدید خوشتون بیاد، مغزتون به طور خودکار کلمات و عبارات جدید رو یاد میگیره بدون اینکه حتی متوجه بشید. بعد میریم سراغ این تکنیک، یعنی یه جمله رو به انگلیسی گوش بدید و بعد بلافاصله تکرارش کنید. مثل اکو شدن میمونه. میتونید این کار رو با هر چیزی انجام بدید. یه ویدیوی یوتیوب، یه آهنگ یا حتی یه مکالمه با دوستتون. هدف اینه که تلفظ، ریتم و آهنگ کلام رو تا حد امکان تقلید کنید. این یه روش فوق العاده برای بهبود مهارت‌های صحبت کردنه. حالا یه روش جالب، یادگیری از طریق بازی دیگه فقط برای بچه‌ها نیست. کلی برنامه و وبسایت هست که یادگیری انگلیسی رو به یه بازی تبدیل میکنن. شما امتیاز میگیرید، مراحل رو کامل میکنید و حتی با دوستاتون رقابت میکنید. این یه روش جذاب و انگیزه بخش برای یادگیریه، چون باعث میشه این فرآیند لذت بخش باشه و کمتر شبیه یه کار اجباری به نظر بیاد. یه تکنیک قدرتمند دیگه هست. این روش بهتون کمک میکنه که لغات رو با فاصله انداختن بین جلسات مطالعاتیتون موثرتر به خاطر بسپارید. از فلشکارت استفاده کنید و اونها رو در فواصل زمانی بیشتر مرور کنید. برنامه‌هایی مثل انکی یا کویزلت برای این کار عالین. با مرور کلمات درست قبل از اینکه فراموششون کنید، اونها رو در حافظه بلند مدتتون تثبیت میکنید. اهمیت رو فراموش نکنید. این یکی میتونه ترسناک ترین باشه، اما خیلی مهمه. یه پارتنر زبانی پیدا کنید یا به یه باشگاه مکالمه انگلیسی بپیوندید تا جایی که میتونید صحبت کردن رو تمرین کنید، حتی اگه اشتباه کنید. یادتون باشه، اشتباه کردن بخشی از فرایند یادگیریه. در آخر، بیاید در مورد قدرت صحبت کنیم. به خودتون ایمان داشته باشید و مثبت فکر کنید. یادگیری یه زبان جدید میتونه چالش برانگیز باشه، اما با نگرش درست میتونید به نتایج شگفت انگیزی برسید. پیشرفتتون رو جشن بگیرید، هر چقدر هم کوچک باشه، و به تلاش ادامه بدید. خب، اینم از این یه سری از جدیدترین و بهترین تکنیک ها برای یادگیری سریع انگلیسی. سعی کنید اینها رو در برنامه روزمره‌تون بگنجونید و ببینید چقدر سریع پیشرفت میکنید. یادتون باشه، استمرار خیلی مهمه. به تمرین ادامه بدید، انگیزتون رو حفظ کنید و از همه مهمتر لذت ببرید. تا ویدیوی بعدی، یادگیری خوبی داشته باشید.